سلام و درود به حاضران گرامی. امیدوارم که این دو سه روز اوقات مفیدی داشته باشید. از من خواسته شده به اختصار در مورد بین المللی سازی پژوهش صحبت کنم. سوال اول اینه که اصلا معنی بین المللی سازی پژوهش چیه؟ و این گفته ای که زیاد میشنویم که علم مرز نمیشناسه، واقعا چه معنی داره؟ به هر حال هیچ علم و پژوهشی خارج از بافت اجتماعی خودش ایجاد نمیشه. مثالش هم به هر حال علومیه که در دوران طلایی اسلام، دوره عباسیان مثلا که اوج دوران طلایی بهش میگن، شکل گرفت. اینا متأثر از جامعه اون زمان بودن. در مورد اروپا هم علوم به شکل مدرن که در قرون وسطا در جامعه کلیسایی و بعد از اون شکل گرفت، متأثر از جامعه خودشون بودن. و هر کار علم و پژوهشی دیگه هم که انجام میشه تو متأثر از جامعه‌ای که تو اون جامعه علم و پژوهش داره انجام میشه. فرهنگ و سیاست و غیره در یک جامعه بر علم و پژوهش تاثیر دارن، که زبانشون چیه، فرهنگشون چیه، نگاهشون به دنیا تا چه حد دینی یا غیر دینیه، یا با چه در واقع ایدئولوژی به دنیا نگاه میکنن، چقدر انتقادی هستن، فرهنگ و زبان و غیره اینها تاثیر دارن. از اون طرف علم هم که ایجاد میشه بر اینها تاثیر میذاره. مثلا مثال واضحش اینه که اصلا جنگ جهانی دوم علم نقش مهمی در پایان جنگ داشت. فیلم اوپنهایمر رو شاید شما دیده باشید. به هر حال تولید بمب هسته‌ای و انرژی هسته‌ای نقش زیادی در پایان جنگ داشت. جنگ جهانی اول هم مثلا معروفه که میگن کشورهای اروپایی با اسب وارد جنگ شدن، تا پایان جنگ همشون با تانک و زرهی و غیره از جنگ خارج شدن. یعنی تو همون 4 5 سال جنگ علم و نوآوری و که موتور محرک در واقع پیشرفت فناوری بود، چقدر نقش مهمی تو جنگ و جامعه بعد از جنگ داشت. بنابراین درسته که حالا به هر حال همکاری های علمی و بین المللی تو بین المللی در زمینه علم صورت میگیره، ولی تو این سده گذشته علم تو خیلی کشورها جنبه ملی پیدا کرده. اگر نگاه کنید همه کشورها به هر حال نهادهای علمی ملی دارن، شوراهای پژوهش دارن. اینا سیاست ها و اولویت های علمی پژوهشی ملی برای خودشون وضع میکنن. بودجه های کلانی صرف پژوهش و نوآوری میکنن و بسیاری از موارد این بودجه ها طوریه که از مرز خودشون بیرون نره. مثلا همینجا شورای پژوهش استرالیا به هر حال بودجه‌ای داره. وقتی شما طرح پژوهش مشترکی هم میدید، محدودیت خیلی زیادی هست برای اینکه این بودجه جابجا بشه مثلا به کشور دیگه ای بره. درسته که همکاری پس صورت میگیره، ولی جنبه های ملی نادیده گرفته نمیشه. علمی که خلق میشه، پژوهشی که انجام میشه، دانشی که ایجاد میشه، طبیعتاً از مرزها عبور میکنه، خصوصا تو دنیای امروزی که هم جابجایی آدم ها راحت شده و هم جابجایی ایده ها. یعنی شما با توجه به اینترنت و این فناوری که همکاری های علمی رو تسهیل کرده، به هر حال ایده ها مرز زیادی نمیشناسن، ایده هایی که ایجاد شدن. همکاری علمی هم تو دنیا بسیار زیاد شده، به خاطر اینکه چالش هایی که ما باشون مواجه هستیم تو دنیا خیلی مرز نمیشناسن، مثل این پدیده گرمایش جهانی و بسیاری مشکلات دیگه‌ای که همه کشورها کم و بیش به شکل مختلفی باهاشون روبرو هستن. از طرف دیگه مسائلی هستن که سوالایی تو پژوهش وجود دارن، در علم وجود دارن، که اینها کشورها به تنهایی وسعشون نمیرسه که به اینها رسیده بکنن. مثلا فیزیک ذرات بنیادین یا همین تلسکوپی که اخیراً به فضا پرتاب شد که تلسکوپ جیمز وب، اینا هیچ کشوری به تنهایی از عهده سرمایه گذاری تو اینها یا حتی قابلیت فناوری ساخت اینها رو نداره که بخوان تنهایی تو این حوزه ها پژوهش بکنن. بنابراین چیزی که ما علم کلان مینامیم، میبینید که نیازمند همکاریه. این نکته رو نباید در نظر فراموش کرد که رشته های حوزه های علمی با هم تفاوت دارن. تو بعضی از حوزه ها مثلا فرض کنید فیزیک ذرات بنیادین یا مثلا کشاورزی، این همکاری ها خیلی اه، پرمعناه و پرفایده است.
ولی حوزه هایی هم هستش که تفاوت های زیادی وجود داره. مثلا تو علوم انسانی و اجتماعی مسائل کشورها ممکنه با هم دیگه فرق بکنه، در واقع مشکلاتشون با هم فرق بکنه، روی کردشون به این مشکلات با هم فرق بکنه. بنابراین همکاری اگر هم وجود داشته باشه ممکنه شکل و رنگ و بوی متفاوتی داشته باشه. و گفتم که خیلی جنبه ها هستش که هنوز تو کشورها از نظر علمی اینا جنبه ملی دارن، اگرچه به این معنی نیستش که اه، امکان همکاری بین المللی وجود نداشته باشه. عواملی مثل زبان و فرهنگ دانشگاهی و غیره و تاثیر اینها رو نباید نادیده گرفت. بین المللی سازی هم فعالیت مختلفی از کنفرانس هست که شما میرید میاد، بازدیدهای علمی هیئت اعضای هیئت علمی و دانشجوهای پژوهش، دوره‌های پژوهشی است، دکتری و پست تحصیلات تکمیلی، فرصت‌های مطالعاتی، تبادل استاد دانشجو، همکاری تو پروژه ها و هم نویسندگی، تأسیس مراکز مشترک پژوهشی تو اروپا نمونه‌هاش زیاده، همکاریایی که تو علم کلان یا بیگ ساینس میشه، سرمایه گذاری مشترک، نشر چاپ مقاله تو مجلات بین المللی. و این هم نباید فراموش کرد که همه اینهایی که اینجا لیستش رو شما اینجا میبینید به همدیگه اثر دارن. یعنی شما اگر که فرض کنید که حالا اه، ممکنه تو علم کلان همکاری نداشته باشید یا سرمایه گذاری مشترک نداشته باشید، این که اعضای هیئت علمی ایرانی تو مجلات بین المللی مقاله چاپ کنن خودش باعث ایجاد فرض کنید فرصت بیشتری برای همکاری پژوهشی میشه. اینا با همدیگه رابطه دارن و همه اینها در جهت این هستن که در واقع تسهیل کنن جابجایی آدم ها و ایده ها رو. بین المللی سازی پژوهش و این همکاری های بین المللی منافعی داره. شهرت و اعتبار و وجهه علمی کشور بیشتر میشه. من یادم میاد تحقیقی کردم، تو اون تحقیق نشون داده شد که مثلا تو حوزه پزشکی فرض کن خیلی از محققان و نویسنده‌های خارجی ممکنه مقاله ایرانی رو بخونن ولی بهش استناد نکنن. وقتی ازشون میپرسی چرا، میگن که ما اعتماد نداریم. فرض کنید حالا نه اینکه بخوام تعمیم بدم این رو، علتش چیه؟ علتش اینه که اعتمادی کافی ندارن که این تحقیق فرض کنید مسائل اون ما میگیم اینتگریتی، یعنی راستی درستی پژوهش توش رعایت شده باشه. ولی وقتی این همکاری ها زیاد بشه در معرض مراوده و همکاری با پژوهشگر ایرانی قرار بگیرن، اینها از همدیگه یاد بگیرن، این اعتماد ایجاد میشه، کیفیت پژوهش ها رو بالا میبره. در واقع همکاری علمی فرصت ترینینگ یا یادگیری برای دو طرف ایجاد میکنه. اثر بخشی یا افیشنسی و افکتیونس افزایش پیدا میکنه. پولی که خرج میکنید به تنهایی بخواید خرج کنید نتیجه کمتری میگیرید تا اینکه چند تا کشور با هم سرمایه گذاری کنن. اثرگذاری یا ایمپکت پژوهش ها بیشتر میشه. تأثیر داره روی اقتصاد، چون موتور محرک اقتصاد علم و نوآوریه، چه بخش خصوصی که انترپرایز باشه چه بخش دولتی. چالش های جهانی رو مثل گرمایش رو اینا رو کشورها به تنهایی نمیتونن حل کنن و یکی از منافعش اینه که وقتی دست به دست هم میدن، مثال موفقش همون مسئله لایه اوزون که کشورها با هم همکاری کردن و مشکل حل شد. ظرفیت سازی میکنه وقتی که همکاری علمی وجود داشته باشه و دانش جدید خلق میشه و نوآوری ایجاد میشه. مدل های مختلفی هست که میشه همکاری بیا بین المللی سازی پژوهش رو توی دو قالب اونها تصور کرد. یکیش مدل حاشیه و مرکزه که و این مدل ها هم البته اینطور نیست که از یکی استفاده کنیم. معمولا بین المللی سازی پژوهش و همکاری علمی ترکیبی از این هاست. این مدل حاشیه و مرکز به این شکلی خب به هر حال واقعیت اینه که در حال حاضر تو دنیا کشورهایی هستن که حرف اول علمی رو میزنن تو دنیا و اینها رو مرکز علمی تصور میکنن، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن و غیره. و کشورهای دیگه هستن که خب خیلی عقب‌تر هستن مثل کشورهای در حال توسعه. بنابراین رابطه بین اینها رابطه حاشیه و مرکزه که حاشیه داره سعی میکنه خودش رو از طریق همکاری و مراوده بیشتر از نظر علمی به اون مرکز نزدیکتر بکنه و یادگیری بیشتری حاصل بشه. رویکرد دیگه یا مدل دیگه یک شبکه است، یعنی اینکه به جای اینکه بگیم بعضیا بهترن یا مرکزیت دارن و ما میخوایم
حاشیه میخوایم خودمون رو فاصله‌مون رو کمتر بکنیم، مثل شبکه همکاری بین کشورهای اروپایی، مثل شبکه همکاری بین کشورهای اسلامی یا کشورهای مثلا خاورمیانه، که اینها اینطور نیست که یکی از دیگری خیلی جلوتر باشه و مرکزیت داشته باشه، بلکه مثل یه شبکه‌ای هستن که هر کدوم نقاط قوت و ضعف خودشون رو دارن، ولی وقتی شبکه میشن با هم همکاری میکنن نقاط ضعف رو پوشش میدن و میتونن همکاری بکنن برای اینکه دستاورد بهتر و بزرگتری داشته باشن. و مدل آخر مدل رویکرد الگوی بازاره. الگوی بازار هم طبیعاً بر رقابت مبتنی هست. منتها اگر شما با رقیب خودت همکاری نمی کنی، ولی به دلیل اینکه دنبال مزیت رقابتی هستی و میخوای نوآوری داشته باشی که محصول بهتری ارائه بدی و مشتری تو از دست ندی و غیره، این شما رو هول میده با همکاری، همکاری که میتونه جنبه بین‌المللی داشته باشه با سازمانهای دیگه، با جاهای دیگه که به شما مزیت رقابتی میدن. حالا این همکاری میتونه شکل شبکه همکاری داشته باشه، همونطور که گفتم مثالش مثلا طرح هورایزون یا افق اروپاست، یا طرح همکاری کشورهای پسیفیک یا حاشیه اقیانوس آرام. میتونه جنبه برنامه‌ای برای جابجایی داشته باشه که اساتید جابجا میشن، حالا در قالب فرصت مطالعاتی باشه. گرنت های بین المللی برای این کار هست. اه، یه دونه معروفش طرح آلبرایت توی آمریکا که به اساتید و دانشجوی دکتری کشورهای دیگه بورس میدن برای اینکه برن مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه تو آمریکا یه پژوهش انجام بدن توی یکی از دانشگاه آمریکایی. و دست آخر شراکت راهبردی، یعنی پارتنرشیپه که شما دانشگاه مثلا در ایران با یه دانشگاهی در فرض کنید آلمان یا یک کشور دیگه ای یک تفاهم‌نامه‌ای دارن، یک شراکتی دارن که تو حوزه‌های خاصی با هم همکاری میکنن. این کار بدون چالش هم نیست. کشورهایی که خصوصا از لحاظ بودجه ضعیف هستن، همکاری اون موقع سخت میشه، چون معمولا انتظار اینه که آورده ای که یا درون دادی که شما به یه طرح پژوهشی میدی یه توازنی بین دو طرف برقرار باشه. اینطور نیست که همیشه پول همه بودجه رو یک طرف خرج کنه و یه طرف دیگه فرض کنید فقط نیروی انسانی بیاره. و وقتی یک کشوری بودجه پژوهشیش یا سهم پژوهش از جی دی پیش، درآمد ناخالصی ملیش کم باشه، این مشکل ایجاد میکنه برای توان همکاری پژوهشیش. مشکل زبانی هست، به هر حال زبان ما انگلیسی نیست و این شما کشور دیگه میخوای همکاری بکنی، یه زبان مشترکی لازم داره. تفاوت‌های قومی و سیاسی وجود داره و اینکه چند تنشی بین اینها وجود نداشته باشه. و مسئله فرار مغزها و نابرابریه و این رو حالا تو اسلاید دیگه توضیح میدم که بهتر اولین رو توضیح بدم مرتبط با اسلاید قبلی. ملزومات اینی که شما یه حداقلی رو اگه برای بین المللی سازی پژوهش میخواید بکنید، همکاری داشته باشید، باید در داخل رعایت بکنید. اگر که حداقل امکانات وجود نداشته باشه، آزادی علمی و دانشگاهی وجود نداشته باشه، هیئت علمی از نظر حداقل‌های زندگی تامین نباشه، امکان پژوهشی وجود نداشته باشه و غیره، وقتی که شما فقط به همکاری بین المللی فکر میکنید، مثل این میمونه که زمینه رو برای فرار مغزها فراهم بکنید. چون به محض اینکه اون پژوهشگر داخلی در معرض فرصت‌های خارجی قرار بگیره، و این رو در چند سال گذشته شاهد بودیم که مهاجرت خیلی عظیمی از پژوهشگرا و نیروهای متخصص کشور به خارج کشور بوده، این حداقل‌ها تو کشور باید فراهم باشه که این همکاری به نفع داخل باشه و جنبه دو طرفه داشته باشه. نکته دیگه که جزو ملزوماته اینه که لازمه که زیرساخت، از حالا این زیرساخت یه بخشش فناوری و بودجه و غیره است، یه بخش مربوط به خط مشی، آیین‌نامه و قوانینه. یک مثال من فقط عرض میکنم و اون مثال اینه که تمام دانشگاه‌های خارجی یک خط مشی یا سیاست آی پی دارن، یعنی intellectual property یا همون حقوق مالکیت فکری و معنوی. شما تو هر طرح پژوهشی مشترکی میخواید به خارج وارد بشید یا همکاری میخواید بکنید، باید قوانین و خط مشروعی وجود داشته باشه که مشخص کنه که وقتی که دستاوردی حاصل شد، حق و حقوق چه کسی چی هست و چه بخش از مالکیت معنوی فرض کنید به کدوم طرف میرسه. حتی
این برای فعالیت داخلی و غیر همکاری بین المللی هم مستلزمه. یعنی یه هیئت علمی داخلی که پژوهشی انجام داد، فرض کن چیزی اختراع کرد، چه بخشی از این متعلق به دانشگاهه، چه بخشش متعلق به خود اون فرد پژوهشگری که این کارو کرده. و دست آخر ملاحظات تفاوت‌های بین رشته‌ای رو من گفتم. غیر از اون منافع ملی هم هست. به هر حال شما نمیخواید که این همکاری‌های بین المللی همونطوری گفتم جنبه یک طرفه پیدا کنه. ما سیاست‌های داخلی داریم، مشکلات بومی داریم و اینها باید توی همکاری‌های ما لحاظ بشه. یعنی همونطور که تو هر کشوری میگن علم و پژوهش باید موتور محرک اقتصاد باشه، در خدمت اقتصاد اون کشور باشه، در خدمت سیاست اون کشور باشه، طوری باشه که مثلا اه، موافقت یا چی میگن پیوند بین با این کشور با کشورهای دیگه که دوست و رفیق محسوب میشن رو قوی‌تر بکنه، به کاهش تخاصم بین کشورهایی که حالا خیلی دوست نیستن منجر بشه و غیره. این ملاحظات رو باید رعایت کرد و همونطور گفتم اینطور نیست که درسته که علم میگن جنبه بین المللی داره، ولی به هر حال همه کشورها دنبال نفع خودشون هستن دست آخر. و اونجایی که علم میشه به اشتراک گذاشت تا همه بشریت نفع بره، طبعا اون اتفاق میفته. ولی باید هم مشخص باشه که اونجایی که مثلا فرض کنید چیزی رو که میشه پتنت کرد کسی منتشر نمیکنه، برای که چه بخش خصوصی چه بخش دولتی به دنبال این هستن که از اون علم برای اقتصاد خودشون، حالا چه اقتصاد در سطح مؤسسه باشه یا چه در سطح دولتی، بهره کافی ببرن. سپاسگزارم.